شیر موزایی که اومدین نوشتین رونالدو حتی یه دریبلم نمیتونه بزنه. چیه؟ نکنه انتظار داری تو سن 38-9 سالگی 40 سالگی دفاعی 23-4 ساله رو دریبل بزنه؟ مگه میشه اصلا همچین چیزی؟ تو باید قدیمترشو میدیدی. رونالدو وقتی که جوون بود از دستش دفاع امنیت نداشتن، چپ و راست دریبل میزد وسط زمین. اشلی کول که خود رونالدو میگفت بهترین مدافعیه که جلوش بازی کرده، یه بار یه دریبل بهش زد پاش 180 درجه باز شد. رونالدو تو جوونیش انواع و اقسام دریبل، ببین چطوری اینو چپ و راستش میکنه، خیلی خفن دریبل میزد. اینم که دریبل معروفشه که اصلا یه کاری کرده بود که طرف دیگه اعصابش خورد شده بود. یعنی دیگه انواع و اقسام تکنیکا، انواع و اقسام تکنیکای فردی رو اون زمان رونالدو پیاده میکرد. ببین همین دریبل رو میگم، ببین اصلا اینقدر عصبانیش کرد اومد فقط پا رو بزنه، اینقدر رونالدو